بیا بهت چوروس سیب یاد بدم. آب، کره، شکر و نمک رو میذارم روی حرارت تا بجوشه. حالا آرد رو یه جا بهش اضافه میکنم. چند دقیقه روی حرارت این کار رو انجام میدیم تا زمانی که آبش یه مقداری تبخیر بشه. به این کار میگن داغ زدن. به این کار میگن فلامبی. ریختمش توی ظرف دیگه تا خنک شه. یه کمی هم بازش میکنم. دونه دونه تخم مرغ رو اضافه میکنم. یه کمی وانیل. یه لایه از مواد. سیب. شکر و دارچین. یه لایه دیگه از مواد. میذارمش داخل فریزر تا یخ بزنه. به پودر قندم شیر اضافه میکنم. حالا توی روغن داغ اینا رو سرخشون میکنم. با کاغذ میذارمشون اینجا. میچرخونمش. حالا کاغذش راحت جدا میشه. تا اینو بریزم روی چوروسا، پست و لایک کن و بفرست واسه یکی که عاشق سیبه.